سلام به همه دوستان، به همه یاران، به همه همراهان گرم و صمیمی و یکدل من. خیلی خوشحالم امروز یه فرصت دیگه پیش اومد یه ویدیو دیگه بگیرم براتون. خیلی دوستتون دارم. میخواستم بهتون بگم که هپی نیو ایر و مری کریسمس. و الان که امشب میخواد سال جدید تحویل بشه و ما سال جدید رو شروع بکنیم، میخواستم بیایم بشینیم کارنامه سال گذشتمون رو برای خودمون تهیه کنیم، ببینیم که چه پیشرفتی کردیم. آیا پیشرفت ایموشنالی داشتیم، یعنی از نظر اعصاب و روانمون، از نظر احساساتمون، از نظر روابط اجتماعیمون، از نظر تحصیلیمون، از نظر یادگیریمون. کلاً بیایم برای خودمون مثل ترانسکریپتی که از دانشگاه میگیریم، میگه تو این رشته اینو گرفتی، تو این رشته اینو گرفتی، این رشته اینو گرفتی، بیایم بشینیم خودمون رو یک برآورد بکنیم، یه اسس بکنیم، ببینیم که ما تو این یک سال گذشته چه کار کردیم. ببینید تمام درس هایی که بهتون دادم، خیلی دوست دارم که این ویدیوها رو دونه دونه بیاین دوره بکنیم، ببینیم که واقعا همه اون چیزایی که گفتیم تمرین کردیم نکردیم. ببینید من 12 سال پیش توی هند که بودم رشته داینامیک مدیتیشن کار کردم، شروع کردم یعنی، و تا الان که این 12 سال هر چی میخوندم توی و عمل میکردم توی رشته داینامیک مدیتیشن، الان که اومدم توی سایکولوژی همه اونا رو دارم به شکل علمی یاد میگیرم. الان چند روز پیش یه مقاله نوشتم درباره مورال تراپی، یعنی اینکه ما بعضی از یه روش تراپیه که وقتی که مریض میره پیش یه دکتر از طریق مورال تراپی اونو تراپیش میکنه، یعنی چیزای اخلاقی، از نظر اخلاق این کار اخلاقیه، این کار ضد اخلاقه. ببینین اینو متوجه شدم که همه این علوم روانشناسی هم که ما میخونیم، علوم انسانی هم که میخونیم، مثل علوم تجربی میمونه، مثل علوم ریاضی میمونه، همه اینا به هم وابسته است. یعنی رشته که من برای دکترا میخوام بخونم مایند بادی مدیسن، یعنی که اینتگریتیو ساینس، یعنی میاد هر چی که راجع به مایند میدونسته، هر چی راجع به بادی میدونسته اینا رو، و هر چی راجع به اسپریچوالیتی، این ستا رو ترکیب کرده و یه رشته جدید شده که یه رشته نوعیه. حدود 50 ساله این رشته الان داره تدریس میشه و خیلی جای رشد داره. و این مورال تراپی هم یه قسمتی از چیزی که من اونجا یاد میگیرم، سایکولوژی، پوزیتیو سایکولوژی، اینا همه اونجا یاد میگیرم. و تمام این چیزایی که من تا حالا به شما یاد دادم، یعنی توی قسمت داینامیک مدیتیشن، همه اینا رو میگم من از طریق اسپریچوالیتی و از طریق عبادت و اینا براتون گفتم، ولی همه اینا رو از طریق علمی حالا با امید خدا یواش میخونم، یواش براتون خیلی بیشتر توضیح میدم. که پس امروز درسمون میشه، من امروز در این لحظه به خودم قول میدهم که کارنامه روانشناسی خودم رو در یک سال گذشته بشینم و تهیه بکنم و ببینم که کجاها رشد داشتم، کجاها رشد نداشتم و چقدر تلاش کردم، چقدر تو این شرایط سخت، واقعا سال خیلی سختی رو گذروندیم، چقدر مقاوم بودم، چقدر تونستم خودم رو با شرایط اداپت کنم و چقدر تونستم به دیگران مفید باشم برای دیگران. ببینید the secret of living is giving، یعنی ما هر چقدر که برای دیگران مفیدتر باشیم اون موقع برای خودمون مفیدیم. هر چقدر که سعی کنیم دیگران رو خوشحال بکنیم خودمون خوشحال هستیم. هر چقدر که بخشش داشته باشیم، بخشش مالی داشته باشیم، در واقع اون مال رو به سمت زندگی خودمون میاریم. هر چقدر که محبت به دیگران بکنیم اون محبت رو به خودمون کردیم و خودمون احساس غنی بودن از محبت میکنیم. دیدیم بعضیا گدای محبتن، همش میگن که او مثلا فلانی برای من این کار رو نکرد، در حالی که اصلا چنین چیزی علمی نیست. علمیش اینه که من برای فلانی چی کار کردم. وقتی که من برای دیگران کار میکنم اون موقع برای خودم کار کردم. The secret of living is giving. ببینیم که
چقدر بخشندگی داشتیم. بخشنده محبت بودیم، بخشنده مالی بودیم، بخشنده ایژوکیشنالی بودیم، یعنی به دیگران چیزایی که خودمون بلد بودیم یاد دادیم یا نه. پس درس امروزمون، من امروز در این لحظه به خودم قول میدهم که آغاز سال نو رو با یک پرونده جدید، یک کارنامه جدید، یک ترانسکریپت جدید شروع بکنم و ترانسکریپت سال قبلم رو بیام یه بررسی بکنم، ببینم توی چه کدوم درس‌ها نمره A گرفتم، تو کدوم درس‌ها فیل شدم، تو کدوم درس‌ها B گرفتم و تو کدوم درس‌ها she is in progress گرفتم. خب خیلی دوستتون دارم. هپی نیو ایر. انشالله که سال نو بهتون خوش بگذره. قربونتون برم. see you soon. bye.